عدد 11 تصادف است یا پیغامی از جهان؟ تا آن شده مدام به ساعت نگاه کنیم و دقیقاً 11 باشه. این عدد در زندگی خیلی ها تکرار میشه. بیشتر مردم فکر میکنن این فقط یک تصادف جالبه. ولی امروز میخوایم ببینیم آیا واقعاً یک پیغام پنهان از سوی جهان هست یا نه. عدد 11 در سراسر جهان به یک پدیده مرموز تبدیل شده. ولی پیش از هر چیز باید بفهمیم چرا مغز ما به این عدد حساسه. وقتی عددی مثل 11 رو میبینیم به خاطر تقارنش در حافظه امان حک میشود. ولی ما هزاران بار دیگر اعداد رو میبینیم و فقط 11 رو به خاطر میسپاریم. ولی آیا این همه ماجراست؟ در مطالعات متافیزیک عدد 11 یک درگاه در نظر گرفته می شود. عدد 11 در عدد شناسی روحانی ترین عدد است. دوبار تکرار آن قدرتش را دوچندان می کند. ولی 11 داستان دیگری دارد. نظریه جالبتر همزمانی است. کارل یونگ معتقد بود بعضی اتفاقات به ظاهر تصادفی معنای عمیق‌تری دارند. ولی یک حقیقت علمی هم اینجا وجود دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که افراد در ساعت 11 صبح و 11 شب بیشتر احساس خلاقیت و تفکر عمیق دارند. این اعداد ممکن است به صورت ناخودآگاه ما را به سمت آگاهی بیشتر هدایت کنند. ولی مهمترین نکته این است که وقتی آن را می‌بینیم برای یک لحظه از زندگی روزمره جدا می‌شویم. این همان لحظه بیداری است. شاید 11 واقعا یک درگاه باشد. درگاهی برای اینکه به یاد بیاوریم در جهانی پر از اسرار زندگی می‌کنیم. دفعه بعد که این عدد رو دیدی از خودت بپرس جهان امروز چه پیغامی برای تو دارد؟ رازهای بیشتری از اعداد و نمادهای پنهان در راه است. برای کشف آنها اینجا در پیشگوی حقیقت بمان.